آقا جان شما اصلا سلاح هسته‌ای داشته باش، اصلا الان اعلام بکن ما 10 تا بمب هسته‌ای داریم، استفاده کن، بر علیه اسرائیل استفاده کن. داشتن بمب هسته‌ای یک چیز است، انگیزه استفاده و اراده استفاده از اون یک چیز است، پذیرفتن ضربه انتقام مهم است. تو یکی بزنی با کیفیت بالا 10 تا بهت میزنه. آماده ای؟ همین الان میگی ما قدرت نظامیمون بالاست، خب بزن. وعده صادقی 3 هنوز مونده. همین الان بذار مذاکرات به جایی برسه. هک کردن هایی که داره الان انجام میده و سر صداهاش در نمیاد و کارهایی که میکنه، داره الان جنگ پنهان رو پیاده میکنه، مینیاتوری داره میزنه سیستم ها رو و خبرش هم کسی نمیشنوه. جنگ های جدید جنگ های قدیم نیست، جنگ های بدون سرنشینه. من کاری ندارم نظام جمهوری اسلامیه، نظام نمیدونم پادشاهیه، نظام جمهوری دموکراتیک، من کاری ندارم. من به کشورم ایران کاری دارم. اون بیگانه چه چیزی میگه من آنالیزش میکنم به نفع منافع ملی و امنیت ملی کشورم، برای همین مردمان.